سوالی دیگر بودم، وقتی که با پیغمبرها از جانب خدا وحی می آمد شیطان میفهمید یا نه؟ شیطان غیب نمیداند. هرگاهی که ای نزد الله هر وحی که به پیغمبر می آمد شیطان از این چیز آگاهی نداشت تا زمانی که پیغمبر خودش آشکار را میکرد. یعنی جنها یا شیطان اینها غیب نمیدانند. اونا از کجا میدانند که مثال جبرائیل آمد؟ از کجا میدانند که به پیغمبر چی گفت؟ سوال دیگر، با دختری که از زنا به دنیا آمده است نماز میخواند شریعت اجازت میدهد که ازدواج کنی؟ بله، هر یک زنی را که وقتی شما میخواهید که دخترکی را که در نکاحتون درورین، اگر چند ایرای زنا هم که آمده باشد یا بچه‌کی را که کسی میخواهد که داماد بگیرد از راه زنا به دنیا آمده باشد، لیکن میبینیم که اخلاقش، فعلش، رفتارش همش الحمدلله مناسبه، همش الحمدلله جوابگوه. در این حالت اونها را ما میتونیم دامادم گیریم، میتونیم کلینم گیریم. یعنی در این کار همو کلانتراش گوییم اونها کسانی که سبب به دنیا آمدن اینها شدن اونها گناهگار هستند، اینها هیچ گناهی ندارند. دیگر استاد کدام پیغمبرها سیاه پوست بودند؟ من راستی نگاه کردم ندیدم، هیچ یک چندین کتاب‌هایی را که مقصد صحیفه زدم نگاه کردم کنی یگان پیغمبر مقصد میافته باشیم که سیاه پوست باشد راستی نیافتم. فقط درباره حضرت لقمان که این دانشمند بودن، یک آدمی خردمند بودن، حکیم بودن، مفسران میگن که همین لقمان آدمی سیاه پوست بود، ولی پیامبری که سیاه پوست باشد من برادرها ندیدم. بابای حاجی ایمانم وقتای پیش بسیار مستحکم بود، حالا خیلی ضعیف شده است، چی کار کنم مثل پیش شود؟ یعنی یک زمانی برادر ایمان بسیار ایمانش ایمان قوی بود است، گویم توفیق و تقوا و همش مقصد الحمدلله خیر بود است. وقتای آخر میگد همین از بین رفت است، چی کار کنیم؟ او یک عالم بسیار معتبری هست. پرسیدنش که حضرت گفتن چی میگوی در حق یک نفری که انا عیناً سوال همین برادر در ابتدا بسیار آدمی بود که با احتیاط بود، حلال از حرام جدا میکرد. الحال گفت یک این آدم گفت در اخیر سوال کم طرف فرق میکرد، در اخیر این آدم به ایمان رفت. گفت علتش در چی است؟ گفت علتش در دو چیز است. یکم بر همون ایمانی داشتگی شکرگزاری نکرد، دوم در باقی ماندن همون ایمان و تقواش خداوند دعا نکرد، یاردم طلب نکرد. از این خاطر گفت این آدم از دنیا به ایمان گذشت. برای این برادر عزیز و گرامی، شما هم یکمش که شکرگزاری این نعمت کنین، زیرا الله میفرماید که در هر یک نعمتی که من برای شما میتیم اگر شکرگزاری نکنید هر آینه و نعمت الله دستمان میگیره. آیا همین نماز خواندن هم نعمت های، انمون تقوا هم نعمت های، حلال و حرام جدا کردن نعمت های. با این شکرگزاری کنیم که الله مهربان همین نعمت بر ما داد و برای باقی ماندنش الله را دعا کنیم و یاردم طلب کنیم. این است برادر عزیز راه حل این مسئله. خدا خواهد شما هم دعا کنید، شما هم از سخن همین انشاءالله عالی استفاده برین. از خداوند امید است که خدا خواهد همون توفیق همون تقواتون با بر میگرده. سوالی دیگر، زن به اجازت مرد از جیب مرد برای خرید تلاواریش پول گیرد، دزدی حساب می شود اونا؟ بله خواهرای عزیز، هر چیزی که شما اگر به شرطی که میخواهید که خریداری کنین، حتی برای خرید خانه شما از مردکتان پرسین اگر به شرط اجازت داد، اگر چندی که مبلغاش نزد شما هم که باشد باید شما پرسین. یا اگر یکون خراجات هم که کردین باید مردک گوین که مردک همین مقدار پولا من در فلان کار صرف کردم. و ایلو اگر نگفتین البته گناهگار میشین، این هم دزدی حساب میخوره. لیکن اگر به شرط مردی هست که هیچگاه یگان چیزی برای خانه خرید نمیکند، فقط پولها را در راه بیهوده صرف میکند،
اگر شما از سر پولهای امو گرفته و برای خرید خانه‌تان، فقط برای مثال تامین خانوادگیتون اگر استفاده برین، در اینجا شما گناهگار نیستی. شما در اینجا گناهگار نیستی. سوال دیگر گفتن اسم الحم جان چی معنا دارد و گذاشتن جایز است یا نه؟ الحم نمانین که الحم، ما سوره فاتحه داریم الحمدلله. یک کس اگر مثال وقتی وصف میکنی این به معنای حمد گفتن، یعنی یک کس صفت کردن، یک کس وصف کردن، الحمد میگن یا حمد میگن. او الش علی تعریف میگن، اصلش همون حمده. برای همین انا میمونن، یعنی عبدالحمید میمونن یا حمدالله میمونن یا حمیدالله میمونن. انا خلبانین انشاءالله یا حامید میمونن. این نوش اجازت های. حاجی بابا، آیا هر چیزی که در بحر هست حلال است یا حرام؟ هر چیزی که در بحر باشد همه او را حلال گفته ما نمیتونیم. فقط آنش که در درون همون بحر بگیم زندگی میکند، زندگیش هم همونجا هست، مردنش هم همونجا هست و تولدش هم در همون درون است، انا اونا حلالند. زیرا که بسیاری از حیوانهای بحری هستند که اگرچه در درون آبم که باشند، در بیرون مقصد اونها تخم میگذارن، اونها مقصد در بیرون تولد میکنن. برای همین اونهایش که در داخل بحرن اونهاش اجازت هست. استاد، مادرم کسل قند بود، روزه گرفتن نمیتونست، از دنیا گذشت. من روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرم، در حقش بخشم میشود؟ بیمار بود برادرای عزیز و گرامی. الله مهربان برای آدم بیمار خوردن روزه را اجازت دادگی. برای همین انشاءالله شما در حقشون خیر کنین، در حقشون احسان کنین. دوشنبه و پنجشنبه را برای ثواب خودت بگیر و ثواب او را در حق مادرت ببخشی می شود. لیکن این خیلی گویی که ما قرضدار بود و قرضدار نیست. برای همین انشاءالله در حقشون شما خیر کنین، در حقشون شما احسان کنین. خدا خواهد اینش بهتره. آیا حضرت علی رضی الله عنه بعد فاطمه باز همسر گرفت یا نگرفت؟ یعنی حضرت علی در زمانی که فاطمه دختر پیامبر در نکاحش بود و هیچ زن دیگر را نگرفته بود. وقتی که فاطمه از دنیا گذشت، در حیات حضرت میاد که یعنی جمع حضرت 9 زن گرفتن. یعنی بعضی هاش مردن، بعضی هاش طلاق دادن، خلاص یعنی با همون 4 زن در قید حیات زندگی میکردند و گاه وقتی که نفرش میمرد در جوش زن دیگر میگرفت و همگی 17 دختر و 14 بچه حضرت علی باقی ماندگی است. سوالی دیگر آمده است. بابای حاجی، هاروت و ماروت کی بودند؟ کمی معلومات میدادین. در سوره بقره آیت 102 هاروت و ماروت آمدگی است. اینا 2 ملائکه هایی بودند که در زمان حضرت سلیمان، برادران عزیز، که مردم رو به سحر و جادو آوردن تا مردم مقصد از سحر و جادو، علم سحر و جادو آگاه کنند که این سحر است، این جادو است و اونها را مقصد از سحر و جادو چگونه باید دور کنند. یعنی تعلیمات برای تعلیمات آمده بودن. البته این در سوره بقره میگذرد، لیکن بسیاری از قصه هایی که در گرد اینها میکنن برادر عزیز در آیات ها و در حدیث ها که نیست. اینها را جناب ابن کثیر از بگیم قصه های بگیم که تا بنی اسرائیلی میگیم، اسرائیلیات میگیم، یعنی قصه های هستن که اینا میگد یگان اساسی ندارن که گویا آمده باشن اینجا اخیر بعد با زن مقصد عاشق شدن و دست به زنا زدن و در چاه از شهر بابل که در عراق است همونجا مثال گویم که از پاشون آویزان کردن و گفتن جزامون در همین دنیا خدایا بده در آخرت نته. همین خیلی قصه آمده است، لیکن اینا یگان اصلی ندارد. فقط اینا هاروت و ماروت 2 فرشته بودن که برای مردم از سحر ای جادو نجات دادن
آمده بودن. اینو برای آزمایش آمدگی بودن، اصلش برای امتحان آمدگی بودن. خب سوال دیگر دادن، آیا پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم در نماز مثل خودمان به خودش صلوات میفرستاد یا نه؟ یعنی ما در نماز اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم میخونیم، اللهم بارک علی محمد. آیا همین صلوات را میگه پیغمبر در نماز خودش در حق خودش میخوان؟ بله برادر عزیز میخوان. ولی در سوره احزاب آیت 56 الله مهربان ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. الله و ملائکه های او بر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند و الله امر میکند که هر کدام شما هم به محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید. به این خاطر یعنی پیامبر نازنین من هم در زیر این آیت داخله. ویم مقصد خداوند وقتی که بر هر یک نفر امر کرد، پیامبر هم از زمره همونها هست. برای حضرت در حق خودش هم همون صلوات هم میخوان. در کدام روز برای مسلمان شکار من است؟ شکار در یگان روز برای مسلمان من نیست. چلی که در بگیم در بنی اسرائیل وقتی روزی شنبه را الله مهربان برای امتحانشون که از شکار ماهی من کرده بود، لیکن برای مردم مسلمان که وی هم برای امتحان گرفتن اونها بود، ولی برای اهل قرآن، برای مردم مسلمان، برای امت محمد صلی الله علیه و سلم یگان روز یعنی من برای شکار نیست. همه روز میتونین، شب روز و هر ساعتی که خواهین میتونین که شما شکار کنید. اسم بی‌نظیر چی معنا دارد؟ آیا گذاشتنش جایز است؟ جایز است، بسیار نام خوبه. بی‌نظیر به معنای بیمانند، بی‌مثل، زیبا، بی‌نظیر میگن. یعنی همتا ندارد، مانند ندارد. به این خاطر هیچی باقی ندارد. اگر از این نام شما مانین البته درست است. خداوند ایمانمون کامل، خاتممون بخیر، ایمانهای همه ما و شما را الله مهربان سلامت نگه دارد. آمین یا رب العالمین.